سلام علیکم برادران، خواهران عزیز، اهل مسلمانان جهان. سلام به درود بی پایان به همه تماشابینان عزیز، برادران عزیز و گرامی قدر ما. همه شب گذشتگی علاوالدین همچون ارتیست شناخته جمهوری تاجیکستان که در دل یکی ما و شما جا گرفته بود، همین شب از دنیا درگذشت و امروز ساعت 4 با وقت تاجیکستان به خاک سپاریده می شود. با اهل و بیت و خانواده‌شان گفتنیم که خداوند یگانه متعال بگذار صبر حضرت جمیل را برایشان بدهد و به نزدیکان اونا، به همه خیش و اقربانان اونا، به همه همسایگان اونا و کسانی که او را میشناسند، از همه شما احترامانه خواهش میکنم که همین شادروان را در حقش اگر تانین 2 رکعت نماز خوانین و یا اینکه یک کف دعا بهر ایشان بردارین. همین خیلی اشکام قطار شده است که خما داشته نمیتونم، چون که هر یک صحنه او، هر یک نقشی که اون کس بازی میکرد، از خورد تا کلان سال اون را به صبرانه انتظاری میکشیدن که کی شادروان ویدیو کند و کی این باور کن به سخن گفتن نمیشود تا اون که به چشم سر نبینی. بنده مرنده است عزیزان منم یک شاگرد اون کس و منم احترام میکردم اونا، همه عائله من، همه همدیاران من از هر یک ویدیو رولیکای اون کس بهره میبردن و تربیه هم میگرفتند. برادران عزیزی من، غریبای عزیزی من، در حق این شادروان دعاگو باشین. 1-2 روز پیش به همون کارخانهش اومده بود، 100% بود، ساز بود، سلامتیش ساز بود. امشب از دنیا درگذشت، چون که مرگ دری همه را میکوبد. امروز دری شادروان علاوالدین را رفت، روز دیگری دری ما و شما را تق تق میکند. پس ما باید یکی ما باید تیاری با دیدگی باشیم که تا روز قیامت را پیشنهاد گیریم. اگر در اعمال ما هیچ چیز نباشد، با کدام روی خداوند را پیشواز میگیریم؟ با کدام روی این دنیا را پدرود گفته میریم؟ پس همه شما حاضر شانس دارین که از راه بد برگردین، از حرامخوری ها برگردین، به راه راست خداوند هدایت تان کنه، که چون که اون روز مرگ به در شما می آید دیگر پشیمانی نیست. هر یک دقیقه ای که حاضر نفس گرفته ایستاده اید برادران عزیزی من، این دقیقه برایتان از طلا و نقره و از معلوم مرجان هم بهتر است. این دقیقه ها را به شمار نگذارید و از پی عبادت و طاعت باشین. شادروان علاوالدین بسیار آدمی خاکسار، بسیار آدمی شوخ، بسیار آدمی با رحم بودن که نمازهایشان قطعیشان بود، مردم کمک میرساندن، بسیاری ها را صاحب کار، بسیاری ها را صاحب احترام و منصب گردانید. خود باشد در دل و یکایکی ما و شما جای گرفتگی بود که همون را دیدگی هم که نباشیم، همون کس را بینیم میگیم که همین انسان، همین کس ما میشناسیم، خیلی شدیان که در پیش ما هست. برای چی؟ برای اینکه بهترین شخصیت بود. این خیلی آدم ها روز تا روز کمچین شده رفته ایستاده است برادران ما. نمیدونم برای چی اشکام 4 قطار شده است، خب ما داشته نمیتونم، چون که خدای مهربانی ما. برادران عزیز، همه تان با الله مهربان میسپارم، همه تان یک کف دعا برای شادروان میکنیم که روز قیامت با سری بلند
و پیش محمدی صلی الله علیه و سلم با سری بلند برخیزد. انشالله که همین خیلی می شود. خداوند نگهبانتان باشد. به همه اهل بیت خانواده‌اش گفتنیم که خداوند صبرتان تیه، چون که این خیلی آدم ها نیست دیگر در تاجیکستان. روز تا روز یک تا به یک تا رفته ایستادند. چرا این خیلی آدم ها دیگر سبز نشده ایستادند؟ یکا یک رفته ایستادند. خداوند نگهبان همه ما و شما باشه. تشکر زیاد که با ما بودین. خداوند جاش جنت کنه. خداوند تا روز قیامت حافظ قرآنش کنه و از نور محمدی صلی الله علیه و سلم پر نورش کند، از آب کوثر سیرابش گرداند. آمین یا رب العالمین.